گایز پرشین دراگون هستم. خوش اومدید به یه ویدیوی جدید، به یه ویدیوی آموزشی. امروز قراره آموزش یوتیوبتون بدم 0 تا 100. با من همراه باشید. بزن برید. آقا با من همراه باش تا بهت بگم چیکار کنی. الان با خودت میگی بابا تو که اصلا سابسکرایبر نداری، ویو نداری، چی میخوای آموزش بدی؟ بچه‌ها تا این چند سالی که من هی بودم و هی رفتم، خب هی اومدم فعالیت کردم، هی رفتم، هی اومدم فعالیت کردم، هی رفتم و آموزش دیدم. من مثل شما آموزش دیدم و خیلی بچه‌ها دیگه آموزش دیدم، کامیونیتی خارجی، کامیونیتی ایرانی و این روزا چت جی پی تی هم که هستی، الحمدلله چت جی پی تی داره کمک میکنه ولی میخوام این آموزش به شما بدم که شما زودتر رشد کنید. چون هیچ جای یوتیوب من هر چی دیدم پیدا نکردم که آموزش دقیق رو بهتون بده. همه میان سربسته چیزی رو میگن میرن، بعد میان که یه پکیجی به شما بفروشن. من نمیخوام این کارو بکنم. من میخوام به شما بگم چون توی که تازه وارد شدی بدونی چیکار کنی، بفهمی با کدوم ویدیویی درست کنی و تنظیماتش خیلی مهمه. از همه مهمتر تنظیماتش هیچ کی بهتون نمیگه. یه یوتیوبر نمیاد تنظیماتش رو بهتون بگه که شما زودتر رشد کنید. واسه با ما همراه باش تا بهتون یاد بدم که بتونید سریع رشد کنید. ولی یه چیزی که میخوام بهتون بگم در ادامه، شما باید تو یوتیوب باید استمرار زیاد داشته باشید، باید زیاد تو یوتیوب فعالیت کنید. مثلا ماهی 4 تا ویدیو، 5 تا ویدیو. اگه بیکاری میتونید مثلا دیلی آپلود کنید، اگه میتونید دیلی آپلود کنید و اصلا نیاز به چیز خاصی ندارید. یوتیوب از شما میخواد که استمرار داشته باشید. استمرار از همه چی مهمتره. بعضیا میگن ما استمرار داریم ولی موفق نمیشه. خود تنظیمات خوب نمیتونید اعمال کنید روی ویدیو. اگه تنظیمات خوب اعمال کنی ویدیوهات ویو میگیرن. میدونی چی میگم؟ وقتی استمرار داری این اتفاق واسه میفته. ولی واسه من هی میام و هی میرم، مثلا تو مدت 3 ماه یه بار آپلود دارم یا 4 ماه یه بار آپلود دارم. ولی خب الان این راز یاد گرفتم، این راز کشف کردم. الان با خودتون میگی چرا خب الان کار نمی‌کنی؟ من شما الان کار دارم، یه کار خوبی دارم و دارم به کارم میرسم. نمیخوام که اون کارم از دست بدم. و در کنارش هم یوتیوب شروع میکنم، تازه دارم شروع میکنم. اون کارم الان درست شده که دارم شروع میکنم کارو. امیدوارم که مفید باشه این ویدیو واسهتون. شاید چند تا پارت بشه، شاید هم یه دونه پارت بشه، نمیدونم. بزن بریم سراغ یوتیوب استودیو روی مانیتور. با من همراه باشید. خب بچه‌ها بزن بریم توی یوتیوب استودیو که بهتون بگم چه مواردی رو باید رعایت کنید. شما که همتون الحمدلله تنظیمات رو یاد گرفتید، تنظیمات رو یاد دارید. اگه یاد ندارید این ویدیو رو که آپلود کردم بهم زیر کامنت ها بهم بگید، کامنت بذارید که از اول صفرشو بهمون بگو چیکار کنید که من دوباره یه ویدیو جدید واسهتون بدارم. الان میریم فقط تنظیمات محتوا، تنظیمات ویدیو رو واسهتون بگم شما بدونید با چیکار کنید سر ویدیوتون. آقا این کانال منه، خب مثلا آپلودیای منو ببینید 3 آپریل 21 آبان نمیدونم 20 اصلا هیچ استمراری ندارم، اصلا هیچ جا نبودم من. میبینید دیگه کامنت هم داره بچه‌ها، میبینید کامنت هم داره و اگه استمرار داشتم مثلا تو ماه 5 تا ویدیو یا 4 تا ویدیو میذاشتم الان وضع کانالم از این بهتر بود. شما اینجا یه اسم خوب واسه ویدیوتون پیدا می‌کنید، اسمی که به ویدیوتون نزدیک باشه، یه تامنیل خوب و تایتل خوب، اینا همش باید باشه بچه‌ها. اگه نباشه اصلا ویدیوتون هم رشد نمی‌کنه. اینا شریکم با این تنظیمات که دارم میگم، پس اینا رو هم در نظر داشته. آقا اسم خوبو پیدا کردید، یه تامنیل خوبم دارید، خب میان پایین یه توضیحات مختصر و مفید میذارید. خب این پایین چند تا هشتگ هم اضافه میکنید، چند تا هشتگ هم واسش میذارید، در مورد اون ویدیو هشتگ میذارید و میاین پایینتر. اینجا انتخاب مثلا توی کدوم دسته از ویدیو هاتونه میتونید دسته بندی کنید. تنظیماتی که دارم میرم همینجوری میام پایین، یواش میام پایین. تنظیمات همینجوری بذارید باشه، اصلا دست ندارید تنظیماتتون و همینجوری بذارید باشه. برسیم به بخش برچسب ها چی رو نشون میده؟ کلید واژه است بچه‌ها. این کلید واژه است که طرف میاد تو یوتیوب مثلا چیز میکنه، سرچ میزنه، میذاره سرگرمی. خب مثلا ویدیو تو اونجا هست، مثلا میذارید ولاگ تو اونجا هست، واسه اون شخص هم نشون میده. پس اینا رو حتما بنویسید بچه‌ها. بهایی نباشه که ویدیوتون خام باشه، مثلا همینجوری میاد یه ویدیو رو آپلود میکنید چیزی هم نمی‌نویسید باشه، نه تایتل داره، نه تامنیل داره، نه تنظیمات درستی داره. آقا پس یکی شد تایتل و تامنیل، بعد شد این برچسب. کلید واژه ها رو حتما بنویسید بچه‌ها. اگه ننویسید عمرن ویدیوتون دیده بشه.
پس اینا رو رعایت کنید. اینا رو حتما میشه. شما میتونید 500 تا کلمه رو اینجا وارد کنید. 500 تا کلمه کلید واژه رو میتونید اینجا وارد کنید. آقا اینجا که وارد کردید میاد پایین. میاد پایین. اینجا دسته ویدیوتون رو حتما انتخاب کنید. آقا اگه سرگرمی بذار تو سرگرمی، اگه گیم بذار تو گیم، اگه آموزشیه بذار تو آموزش. پس اینا رو بچه‌ها رعایت کنید که از این آموزش لذت برده باشید. شاید کوتاه باشه ولی خیلی مفیده بچه‌ها. اینو دارم بهتون قول میدم خیلی مفیده. من ویدیو دارم. خب این ویدیو واسه مثلا جدیده دیگه. اینا جدیدن. اینا واسه 2023. میرم اولین ویدیومو به شما نشون میدم خب که ببینید آقا واقعا این کار میکنه. این یه دونه از این ویدیوهایی که من توی اسنپ باکس کار کردم و ساختم. این ویدیوی دیلی بوده انگار دیگه. آره دیلی میشه. ببینید بچه‌ها این همون موقع خب من اون موقع کشف کردم اینو. ببینید هشتگ ها رو زدم، میایم پایین کلید واژه ها رو زدم و مثلا بعد یک سال درست کمه ها ولی پر کنید بچه‌ها. اینو پر کنید. من کم زدم شما ولی پر کنید. در مورد چیزتون کلید واژه ها رو پر کنید. مثلا بعد یک سال من از این ویدیو خب بعد یک سال از این ویدیو فکر کنم 11 تا سابسکرایبر گرفتم، 231 ساعت واچ تایم گرفتم، 5300 تا چیز گرفتم، ویو گرفتم. اوکی دیدید بچه‌ها. حالا قبل‌ترش هم من ویدیو دارم. بعدش همینجوری بچه‌ها ویدیو بعد اسنپ باکس منو البته شما ندارید، اینا پرایوته. من اینا رو همینجوری دارم بهتون نشون. بچه‌ها اینا رو ببینید. کلید واژه نداره. می‌بینی؟ کلید واژه نداره. وقتی کلید واژه نداره خب این یوتیوب کسی که میاد سرچ کنه خب نمیاد این چیزی رو ببینه دیگه. تامنیل رو ببین افتضاحی. یعنی به لعنتی هیچ چی نمیخوره. اسم تو ببینید. اسم نگاه کن اسم ویدیو رو. اصلا هیچ عنوان ویدیو ضعیفه. کار ضعیفه. کاری که ضعیفه عمرن دیده بشه بچه‌ها. پس اینا رو حتما آویزه گوشتون بکنید. کلید واژه رو اضافه کنید. این دسته ویدیوتون رو درست کنید. یه تایتل نیل خوبم حتما بذارید لطفاً. اگه ندارید اصلا موفق نمیشید. شما هر چی ویدیو بذارید انگار الکی گذاشتید. من خیلی از ویدیوام همینجوریه. مثلا واگی یا کیک 70 خورده مثلا ویو گرفته ولی خب نگاه کنید برچسب نداره. هیچ برچسبی نداره. میبینید هیچ کلید واژه نداره واسش. اگه کلید واژه داشت اون موقع اگه میدونستم شاید مثلا بهتر بود. متوجه میشید چی میگم؟ و اگه میخواید از صفر یاد بدمتون بهتون بگم چیکار کنید تو کامنت ها بهم بگین که یه ویدیو جدا واسهتون بسازم. امیدوارم که لذت برده باشید و یاد گرفته باشید، به دردتون خورده باشید، چین نکاتی که گفتم مفید بوده باشه و تا ویدیوی بعدی دوباره به خدای بزرگ میسپارم. امیدوارم که هر جا هستید سلامت باشید. تا ویدیوی بعدی خدا نگهدار.